I fed the swans in the house. If they'd got some big piece of wood, it's sort of be like Welcome guys to Golden Acres Park, which is located in Leeds. So today we are here in Golden Park. I'm just gonna show you guys around how the park look like. Whenever you come to visit to Leeds, make sure you just come here because this is one of the biggest park. خب دوستای عزیز، اینم یکی از بزرگترین پارکایی است که در شهری که ما زندگی میکنیم به نام لیدز است. این یکی از بزرگترین پارک است بود که ما میخواستم یک دفعه بیایم با تصاویر بکشانم که همون قسمی که من رفته بودم در راون هی پارک و هاید پارک. البته پارک های زیادی داره، امی سه تا تاپ 3 امی سه تا است. خب امروز ما آمدیم که یکی از بزرگترین پارکی در لیدز، البته از شهر یک ذره دورتر است اما امی بزرگترینشی و خود ما تا به حال نبودیم. یعنی 5 سال اینجا زندگی میکنم، اولین بار است اینجا آمدیم برای شما ویدیو پخش میکنم. یعنی شما اینم گلدن پارک. بله بله دوستان عزیز، اینم گلدن ایکر پارک، یعنی جای بسیار مقبول معلوم میشه. اینم راهش است. خودم بلد نیستم چون اولین بار است. بله دوستان عزیز، قسمی که با تصاویر مشاهده میکنید اینجا گلدن ایکر پارک است و بسیار پارک کلان که من واقعا یه ذره حرص میخورم گفته باش کسا تا به حال اینجا نآمدم. 5 سال میشه تو لیدز زندگی میکنم اما تا هنوز در این پارکش نآمده بودم که امروز بالاخره اومدم و با شما هم با تصاویر میکشم. میبینم که مردم زیاد اینجا با وجودی که امروز سنده است، هنوز مردم زیاد است فکر کنم. مگم جای بسیار آرامش است، به آدم آرامش میده، بسیار یک جای خوبی است. قسمی که میبینید بله دوستان عزیز، خب دوستانی گرانقدر، اینم یکی از پارک های به نام اسم گلدن ایکر پارک موقعیت در شهر لیدز یونایتد کینگدوم قرار دارد. بسیار جای خوب و زیبا، دلنشین، آرامش بخش که واقعا آدم لذت میبره. بله دوستان، welcome to golden park. خب دوستانی گرانقدر، اینم یکی از پارک های به نام اسم گلدن ایکر پارک در موقعیت. خب دوستان عزیز، گلدن ایکر پارک، نمی‌فهمم تلفظش هم صحیح میکنم اما بسیار جای خوبی است، جای آرامش دهنده است. خواستم یک شعرم تقدیمش بکنم. میگه بر روی بام زندگی هر چی که دوست داری بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور نکن. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی، از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید، آزاد و آزاد آفرید، پرواز کن تا آرزو، تقدیر را باور نکن.
بیا. بله دوستان عزیز، قسمی که مشاهده کردید پارکی بسیار کلانی بوده. همونجور که از نامش پیداست، هموت خودی پارک هم ماشاءالله خیلی بزرگ است. مرا واقعا کمی سپرایز هم کرد، به خاطر که من تازه که اونجا آمده بودم فکر مامو جویچه چیزی هست، فکر مامو همش همون پارک است، اما نه. قسمی که این طرف یک ذره آمدم، الان قسمی میبینم من هنوز قسمتی از پارک رو به شما به تصاویر کشیدم، اما پارک خیلی کلان است. در هر طرفش میری مردم این طرف و طرف قدم میزنه و لذت میبره. بله دوستان عزیز، از اینجا لذت ببرید و تصویرهای بیشتر به شما به تصاویر خواهم داشت. وای چی است به خدا، چی گوله های تازه بهار، یعنی بهار واری معلوم میشه، بهار هم هست دیگه. چیزایی که اینجا عکس هم میگیره اینا. جان چی خوب جای است. جای بسیار مقبول، آرامش دهنده. واقعا این برگا رو میبینید، واقعا آرامش دهنده است. وقتی که تو این فضا میای لذت میبری. خالق تو را شاد آفرید، آزاد و آزاد آفرید. پرواز کن تا آرزو، تقدیر را باور نکن. بله، کسایی که این بسیار یک مفهوم خوبی داره این شعر، کسایی که بتونن درک کنه. یعنی میگه هیچ وقت نگو که این چیزی قسمت شد میشه که نشد نمیشه. تقدیر میگه چیزی که تقدیر باشه همون میشه. نه، باز وقتا هم هست که باید تلاش بورزی تا یک چیز به دست بیاری. بدون تلاش هیچ چیز امکان نداره. اگه ما امروز نمیخواستیم که بیایم در این پارک، هیچ وقت این پارک نمیدیدم. یعنی ما 5 سال میشه در این شهر زندگی میکنم، یعنی پارک از ما یک 30 دقیقه یا 15 دقیقه از خانه ما دور است در موتر. اما تا به حال نامده بودم، شنیده بودم که این پارک کلان است، اما نامده بودم بخاطر که خیلی پارک های دیگه است در نزدیک شهر. اما امروز تصمیم گرفتم که بیایم اینجا بیایم دیدن کنم این پارک را و با تصاویرم بکشم. قسمی که میبینید ارزشی آمدن ما تا اینجا بود. این خواستم و این را توانستم. بله دوستان، همیشه پوزیتیو باشید، یعنی مثبت بیاندیشید و هر چیزی که خواسته باشید امکانش هست. اینا نمیفهم که این نفر از اینجا رد میشه سیل میکنه، میگه اینا چی میکنه دیگه. بله، طرف هم نفر کامرامن از ما یک ذره دور هستن، اما صدای ما رو میشنوه نمیشنوه. سعی این طرف و طرف رو بگیر خلاص. خب دوستان عزیز، ویدیوی ما در اینجا به پایان میرسد و امیدوارم که از این ویدیو خوشتان آمده باشه. برای ویدیوهای بیشتر لطفاً ما را سابسکرایب داشته باشید، فالو، حمایتان از یادتان نرود تا ما بیشتر تشویق شنم ویدیوهای بیشتر براتون بسازم و از جای مختلف دیگه. تشکر. Okay guys, this is the end of the video. I hope you guys enjoyed this video. For more videos, make sure to like, subscribe, comment below if you have anything to say. Yeah, thank you. See you in the next video.